سلام به اولین قسمت از برنامه صندوقچه خاطرات خوش اومدید. من فاطمه امینی هستم به همراه همکار عزیزم علی بابا در کارتون سندباد. حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟ دهه 60 چطورن؟ خوبن؟ همه دارم حرف میزنم همه اجازه بدید. باشه چشم میگم شما حرفش من. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. دوستتون دارم. با ما باشید در صندوقچه خاطرات. حالا چرا علی بابا؟ اون که به خودم مربوطه. شما کارتون سندباد دیدی؟ نه خیر. من اونجا سربندم ترکی طوفان رفت. خب بعد سندباد یه دونه از این داروها داد برای رشد مو بود. اونجا کچل بود. شامپو. آره زدم بعد آبی رنگ شد. قشنگه. عینک آبی هم گرفت. پرفکتو. او یس. خب خیلی خوب. ما قراره توی این برنامه یه صندوقچه بزرگ از خاطراتمون رو باز کنیم و کلی خاطره قشنگ و قدیمی رو با همدیگه مرور بکنیم. بله. شما هم میتونید خاطراتتون رو صوتی، تصویری، هر جوری که دوست دارید برای ما بفرستید تا اینجا با بینندگانمون به اشتراک بذاریم. بله یادتون نره بفرستید با هم دیگه اشغال کنیم. خیلی خوب. حالا قراره بریم سراغ یک بخش جذاب. قراره کجا بریم؟ وای خانم امینی کجا میخوایم بریم؟ میخوایم بریم خونه مادر بزرگه. آخ بریم خونه مادر بزرگه؟ بله بریم خونه مادر بزرگه. بفرمایید. ماشین گرفته. خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه مادر بزرگ گیاه و سبزه داره. زود باش ننه جان، عروس میبری. الان آفتاب میره جان قربان. یه وقت خدایی نکرده بد و بیرا میگه ها. حالا گفتن نداره، اما هر کاری از دستم برمی اومد در حقش کردم. اگه اونا بفهمن دعوا میکنن. مگه گم شده بود که پیدا کنن؟ خوشبختی از رو دیوار سر میکشه تو خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره. واقعا یادش میخواد. بابا خیلی برنامه جذاب و عالی بوده و هنوزم خاطره انگیزه. منو بردی به یادای قدیمی، به خاطرات قدیمی. سال 1366 این کارو ساختن خانم مرزی برومدن با تیم قویشون. یه خاطره کوچولو بگم. زمانی که جنگ شده بود تهران خلوت شد. هیچکی نبود. همه تو پناهگاه قایم شدن. ولی عوامل این برنامه همه داشتن کار میکردن که این کارو برسونه. به خاطر همین این خونه مادر بزرگی تو خاطرات همه. واقعا دمتون گرم. مرسی. که اشاره کردیم به عوامل، یه سری از صدا پیشگان عزیز این برنامه رو می‌خوایم نام ببریم. مثل خانم هنگامه مفید عزیز که صدا پیشه چه شخصیتی بودن؟ مادر بزرگه. چه زن شریفی بود. بله. رو هم بهش که نمیداد واقعا نمیشه. کاریزماتیک. بله. عالی. آقای رضا بابک عزیز صدا پیشه هنایی. آقا خروسه بابای بچه‌ها. بله. گلباقالی خانمو کی گفته؟ خانم فاطمه معتمد آریا. بله خانم فاطمه معتمد آریا. جزو عوامل زحمتکش این برنامه دوست داشتنی بودن. چیز آقای حکایتی. اگه گفتی کنونگو؟ بهرام شاه محمد روی عزیز مخمل گفت. مخمل. آقای حکایتی اسم قصه گوی ما. این هم چقدر من خاطره دارم. خاطرات بسیار وقت کم. حالا بذار نوبت منه. میخوام ببرمت به یک خاطره دیگه. یه داستان جدید. بریم ببینیم با هم. بریم و بیایم. بله بریم و بیایم. با ما باشید.
نظرت چی بود راجع به این ویدیو جذاب؟ فوق‌العاده. همین چی کار کردی بابا؟ چه خاطره؟ خیلی جذابه نیست؟ آخ 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 واقعا ببین کجا در میاری واقعا؟ بیا نمیدونم کجا افتاد. من نمیخوام. ببین خانم امینی ببین کن این مداد قرمزا یادتونه سوسماریه مارک سوسمار هم داشت. من اتود داشتم. من زبون میزدم که پررنگ شه. بعد به هر بهونه‌ای میرفتم خانم اجازه میگفت بله. میرفتم خانم اجازه من برم بتراشم. میرفتم گوشه کلاس هی میتراشتم. هی کوچولو میشه مامانم میگفتم که مامان من دور کوچولو یه دونه دیگه میزد گوشم. میگفت پسرم قشنگم اینو باید تو 2 ماه استفاده کنی. 2 ماه میگه استفاده کنه. الان بچه‌ها تو هی فرد براشون مداد رنگی میخرن، قرمز میخرن، تبلت میخرن. ما نداشتیم چی؟ بابا دستمال ندارم اینجا. ندارم. ولی چه خاطرات خوبی بود. چه ببین اون موقع ورق میزدیم خب اصلا حس بوی قدیمو میده. کاش مرور نکنی خاطراتتو. خب بفهمید. خب بخش بعدی قرار چی ببینیم؟ حالا میخوام تلافی کنم. چرا؟ من بیگناه. میخوام بریم این تصویر رو ببینیم و برگردیم. ببین من بردیم اون خاطره مال کتاب اول مدرسه‌مون اول دبستان. چقدر معلمانو هرس میدیم. الان میخوام شما برم یه جای دیگه یه حال هوای دیگه. بچه‌ها بریم اون بیام. بریم من میخوام تلافی کنم. بریم. درست نبود. الان من گشتمه کی پاسخگوه؟ دشمن. ببین خانم امینی هیچ جایی تو دنیا شما پیدا نمی‌کنی عطر بوی غذای شامی، کتلت، کوکوسیب زمینی، آبگوش، این مادرایی که دوران قربون دستاتون برم مادر گل ایشالا هر جا که هستی سلامت. این مادرایی که نیستن آسمانی شدن روحشو گیر کرده. خدای من واقعا ببین مامان من درست میکرد. من همسایه‌مون زری خانوم خدا رحمتش کنه هر وقت کتلت درست میکرد یا مثلا شامی درست میکرد یا کوکوسیب درست میکرد بوش تو کوچه میپیشید. من به هوای اون چقدر برگردون میزدم. یک برگردون میزدم قشنگ با کمر میومدم تو آسفالت پرد میشدم. یا زری خانوم به خاکین‌ها جمع میکرد. خب بعد کتلت میورد. میگه علی جان قربونت برم علی بابا بیا مثلا از اولم دنبال کوکو و این آره خدا وکیل خیلی خوب بود. خدا رحمتش کنه زری خانم خیلی زن خوبی. بریم یک شامی کوکویی بزنیم. نظرتون چیه؟ آره بریم کوکو بزنیم. اذیت کردین. من میخوام بهتون مهمونتون کنم به یک نه اگه واقعا کتلت رو مامانت درست میکنه من میام بخورم. دیگه چی؟ چشم عباس آقا. خیلی خوب امیدوارم که توی برنامه‌های بعدی هم مهمون خونه های شما باشیم و اینکه میتونید راههای ارتباطی رو این زیر ببینید. خاطراتتون رو برام بفرستید. و میتونید برنامه زیبای خونه مادر بزرگم تو بخش کارو تیوی مشاهده بکنید. ببین کل قسمتاشو میخوام بزنیم دیگه. دوستتون داریم. میبینیمتون تو برنامه‌های بعدی صندوقچه خاطرات. یه دقیقه صبر کنید.